عدی صدام حسین. عدی حسین فرزند ارشد صدام حسین بود. او پست‌های متعددی در زمینه ورزش، تجارت و به عنوان یک افسر نظامی بر عهده داشت. از جمله پست‌های او ریاست در کمیته ملی المپیک عراق، اتحادیه فوتبال عراق بوده است. عدی در رفتار با مخالفین، آشنایان و حتی اعضای خانواده خود شخص بی‌رحم بود. به گفته شاهدان وی جرایم متعدد همچون قتل، شکنجه و تجاوز جنسی را مرتکب شده است. گفته می شود که وی اعضای تیم ملی فوتبال عراق را پس از هر شکست بازداشت و شکنجه می کرد. او همچنین در قساوت و خشونت جنسی مشهور بود و جنایات بسیاری را مرتکب شد. در سال 1988 عدی از محافظان شخصی و همراهان همیشگی صدام و تست کننده غذای او را به ضرب گلوله به قتل رساند. صدام تصمیم گرفت پسرش را به جرم قتل محاکمه کند و به اتهام قتل به 8 سال زندان محکوم شد. او بعد از 3 ماه به سوئیس تبعید شد. عدی در حال رانندگی در سال 1996 مورد اصابت 7 تا 17 گلوله قرار گرفت. در ابتدا به نظر می رسید که او فلج شده است، اما پس از مدت بهبود پیدا کرد و تنها دچار لنگیدن پا شد. گفته می شود نقشه عملیات ترور عدی به دست خواهرانش انجام شد. 2 گلوله شلیک شده و غیر قابل جراحی نیز در موقعیت خطرناک در نزدیکی نخاع وی باقی ماند. پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003، عدی صدام در لیست افراد شدیداً مورد تعقیب دولت آمریکا بود تا اینکه در همان سال در پی حمله نیروهای آمریکایی به پناهگاهشان در موسل همراه با برادرش کشته شد.